بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت پسرای گل و نازنین خودم. حالتون خوبه پسرای گلم؟ خوبید؟ انشالله که همیشه خوب و سر حال و قبراق باشید. خب پسرای گلم، میخوام اول از همه امروز رو مسئله کار کنیم. صفحه 130 کتاب ریاضی. اما صفحه 130 کتاب ریاضی رو، صفحه 130 همش جمع 5 تا سوال 4 تا سوال به ما داده که از راه جمع. بعد گفته برای هر مسئله یک شکل ساده بکش و جواب رو پیدا کن و روی محور هم نشون. یعنی هم شکل خواسته و هم محور. ما الان میایم این رو اول من یک نمونه رو حل میکنم پسرای گلم. خوب نگاه کنن که چجوری. اول سوال رو میخونیم. برای مسئله اولین کاری که میکنیم، اولین کار سوال رو میخونیم. میخوایم بدونیم سوال از ما چی خواسته، چی به ما گفته، مفهوم سوال چیه. مثلا اینجا گفته مینا 6 سیب دارد، پدرش 3 تای دیگر به او داد. خب خودش اول 6 تا داشت. خب بعد پدرش اومد 3 تای دیگه به اون داد. دیگر برای او خرید. حالا او چند سیب دارد؟ خب الان اول 6 تا داشت، پدرش اومد یه 3 تای دیگه هم براش خرید یا براش آورد. الان چند؟ خب میشه بگید که جمعه یا منهاست. آفرین پسرای گل و باهوش خودم. بله جمعه. چرا؟ خودش اول 6 تا 3 تایی دیگه به اون اضافه کرد، ازش بر نداشت بلکه به اون اضافه کرد. وقتی اضافه کرد یعنی خب ما الان میایم گفته اول ما هم میایم شکل میکشیم. اول 6 تا سیب میکشیم. خب 6 تا سیب 2 3 4 5 6. این 6 تا سیب من داشتم. خب پدرش اومد 3 تای دیگه بهش داد. میایم 3 تای دیگه رو اضافه میکنیم. 1 2 3 تا دیگه بهش اضافه کرد. الان سیبا چند تا سیب داره مینا؟ میشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا سیب داره. از راه شکل اینطوریه. میام اول 3 تا 6 تای اولی رو که بهم داده، بعد 3 تای بعدی رو که گفته اضافه کنید، اضافه شده رو اضافه میکنم و با هم دیگه میشمارم. الان گفته روی محور نشون بدید. خب من میام شکلامو جمع میکنم، محور میکشم. محورم رو همونطور که گفتم اول از همه برای محور میام اینجا یک نقطه میذارم و خطمو تا جایی که امکان داره ادامه میدم و 0. خب عدد گذاری میکنم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب عددم رو شماره گذاری کردم. الان محورم رو برای کشیدن محور گفتیم میایم به اولین عدد نگاه میکنیم. اولین عدد چی هست؟ 6. پس از 0 تا 6 رو میریم. اینم علامت. عدد بعدیمون چند؟ 3 تا باید برم جلو. میگم 1 2 3. اینم 3 من. خب چند شد جوابم؟ 9. الان که بخوام بنویسم چی می نویسم بچه ها؟ بله 6 به اضافه 3 مساوی با 9. به این صورت میشه. این از سوال من. خب این از نمونه سوال صفحه 130 که با هم دیگه حلش کردیم. خب الان میخوایم راه و روش نوشتن یک جمع و تفریق رو بنویسیم. اینجا 2 نمونه داده. گفته برای یکی جمع بنویسید، برای یکی منها. خب ما هم الان میایم مینویسیم. خب اولی با علامتی که زده اومده روی شکل خط زده متوجه میشیم که چیه؟